تا حالا همچین چیزی توی فیلم‌ها دیده بودی؟ اینکه بازیگر سر جای خودش باشه اما پشتش یا زوم بشه یا برعکسش. من امروز قراره که این کارو انجام بدم و همزمان بهتون آموزش هم بدم. پس سلام به سطر پلاس دوست داشتنی، من ابوالفضلم. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی چنل سطر پلاس. قرار امروز بپردازیم به یکی از عجایب سینما، یعنی دالی زوم. پس بزن بریم. حاجی من چرا دارم این ورا میگیرم؟ اینجا که کسی نیست. نکنه جنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برو دور شو. برای اینکه بتونیم این کار رو به درستی پیش ببریم، ما نیاز داریم به یه سوژه که من از هاشم استفاده میکنم. هاشم سلام کن. سلام. آفرین. من برای این کار از یه دوربین قدیمی استفاده میکنم. حالا شاید بپرسی چرا؟ چون دوربین زوم اپتیکال بهتون تحویل میده ولی گوشی زوم دیجیتال. البته اینم باید بگم که بعضی گوشی هستن که زوم اپتیکال دارن، مثل S26 اولترا و آیفون 17 پرو مکس. البته بعد ببینیم که گوشی دوربین تلفوتو داره یا نه، که اگه داشته باشه که خیلی خوب میشه. جدی میفرمایی؟ من همزمان میخوام با گوشی و دوربین فیلمبرداری بکنم که بفهمیم فرق بین زوم دیجیتال و زوم اپتیکال چیه. پس بزن بریم. خب هاشمو میاریم. چطوری جونته؟ شاید الان با خودتون بگید که دارم من چیکار میکنم. من دارم همون کارو انجام میدم. همزمان که میرم عقب دارم زوم میکنم، یعنی کارم اینه که زوم میکنم و میرم عقب. حالا بریم با هم خروجی رو ببینیم. اون چیزی که میخواستم نشد، ولی خب بعدم نشد حاجی. حالا میخوام با دوربین گوشی مقایسش بکنم. تصویر سمت راستی برای دوربین گوشیه و تصویر سمت چپی برای دوربینه. راستی نظرتون چیه؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و جذاب بوده باشه. میدونم شاید الان با خودتون بگید که مثلا ویدیو کیفیتش پایین بود، ولی خب همینطور که الان دارید میبینید من تجهیزات ندارم متاسفانه، ولی بهتون قول میدم همینجوری که همراهی میکنید منم در آینده ویدیومو کوالیتیشو و کیفیتشو میبرم بالاتر. حرف دیگه نیست، سرتون رو درد نندازم. لایک، کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره. خیلی مخلصم. فعلا خدافظ.